میراث علمی و فلسفی فرزند فرزانه ملت تاجیک ابوعلی ابن سینا همچون چهره برجسته علم و معرفت عالم شمول در شرایط کنونی مورد آموزش و تحقیق محققان در عرصه بین المللی قرار گرفته است. با مقصد گرامی داشت شخصیت و ارجگذاری به سهم ابوعلی سینا در رشد علم و نقش او در گسترش علم فلسفه و طب جهانی در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان همایش علمی برپا کرده شد. هفته روان در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع اهمیت جایزه بین المللی ابن سینا در شناخت و معرفی علم تاجیک برگزار گردید که در آن عالمان و محققان و نمایندگان ساحه‌های گوناگون علم مسائل مربوط به میراث ابن سینا و نقش آن در رشد علم جهانی را مورد تحلیل قرار دادند. نام ابوعلی ابن سینا بیرون از مرزهای تاجیکستان همچون یکی از چهره‌های بزرگ تاریخ علم و فرهنگ جهانی شناخته شده است. میراث او دایره وسیع ساحه‌های علم از طب و فلسفه تا منطق، طبیعت شناسی و استرونومیا را فرا گرفته. اندیشه‌های علمی او در دوره‌های گوناگون تاریخ بر رشد دانش و جهانبینی علمی تأثیر نظررس رسانیدند. میراث علمی و فلسفی ابوعلی ابن سینا یکی از دستاوردهای بزرگ تمدن تاجیکان و ثروت معنوی ملت تاجیک میباشد. با اندیشه اشتراکداران جایزه بین المللی به نام ابن سینا تنها واسطه ارجگذاری به خدمت‌های علمی این متفکر نبوده، همچون یک عامل مهم معرفی اقتدار علمی و فرهنگی تاجیکان در عرصه بین المللی نیز خدمت می‌کند. در ادامه همایش اشتراکچیان برگزاری چنین کنفرانس‌ها را قدمی مهم در سمت آموزش، تحلیل و ترغیب میراث علمی فلسفی ابوعلی ابن سینا ارزیابی نمودند و تاکید آنها محققان معاصر باید آثار سینا را نه تنها از نگاه تاریخی بلکه با استفاده از دستاوردهای نوی علمی تحقیق کرده ارزش‌های واقعی آن را برای علم معاصر معین و به جامعه علمی کشور و جهان معرفی نمایند. در این زمینه جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا می تواند همچون پل پیوند میان میراث علمی گذشته و دستاوردهای علمی امروز برآمد کند. وظیفه محققان امروز از آن عبارت است که آثار سینا را با استفاده از اصولها و دستاوردهای نوی علمی تحقیق نموده پهلوهای تا حال کم آموخته آن را آشکار سازند. چون این تحقیقات ها برای شناخت درست جایگاه ابن سینا در تاریخ تمدن جهانی و معرفی سهم علم تاجیک اهمیتی کلان دارد.